با سلام دوستان، امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. این یک برگه برای کندیگونگ میتفتاک هست، یعنی که شما میخواید از خونه‌ای که الان هستید برید و یه خونه دیگه بگیرید و این کار شما حداقل 3 ماه قبل از این که میخواید از اون خونه برید این کار رو باید انجام بدید. میرید شرکت فونوویا و اونجا درخواست کندیگونگ میدید و این برگه رو دریافت میکنید و میگن این برگه رو پر کنید و برای ما بیارید. اگر شما بخواید همونجا همون لحظه میتونید پر کنید بهشون بدید. خب این برگه شامل چیه؟ اینجا داره میگه که hier mit Kündigen ich alle Mietvertrag aufgeführten Personen. میگه که اینجا شما، یعنی که این قرارداد خونه به اسم کی نوشته شده؟ اگه به اسم 2 نفر باشه به اسم شما و خانومتون، خب اسم خانومتون هم اینجا می‌نویسید. اگه اسم خودتون تنها باشه اسم خودتون می‌نویسید. حالا قرارداد به نام کی ثبت شده دیگه اونو خودتون. مثلا برای من نوشته که سیدی ادریس، فامیل و اسم. بعد میریم اینجا می‌نویسه که اینجا یک مشخصاتی راجع به قراردادتونه. قرارداد خونتون یک شماره‌ای داره. این شماره قرارداد میتفتاکس نوما، یعنی الان مثلا این قرارداد، شماره قرارداد خونه منه، اینم آدرس خونه منه، اینجا هم که کد پستی و شهرتونه. بعد حالا میریم مراحل بعدی. بعد اینجا نوشته که اینجا یعنی حساب میکنید 3 ماه بعد از این که اینو میخواید بدید حساب میکنید که 3 ماه بعد تاریخ چند میشه. مثلا من 3 ماه بعدی که من تاریخ برگه رو بدم میشه 30/6/2017. و میریم صفحه بعدی براتون توضیح بدم که اینجا چیه. اینجا یعنی این که اینجا این معنی رو میده که آیا شما خونه بعدی رو که میخواین پیدا کنینم توسط فونوویا یا نه. اگه نه که یک شرکت دیگه ای شما رفتید خونه پیدا کردید میگید نه. اگه بله که بله، من بله رو گذاشتم. و خب اینجا هم که نمیخواد پر کنید. و اینجا میخواید بگیم که دلیلی که شما داری از خونه میدید چیه. خونه خیلی بزرگه یا مثلا خونه نمیدونم کرایه‌اش گرونه یا مثلا مشکل انباری داره، جای پارکینگ نداره، یا مثلا یک دلیل شخصی داره، یا هم که اصلا نمیخواید بگید برای چی، اصلا می‌نویسید که زونس دیگه. من نوشتم که Wohnung zu klein، چون ما الان 3 نفریم. اون موقعی که من این خونه رو گرفته بودم برای 1 نفر بود. Wohnung zu klein رو من علامت زدم. بعد صفحه بعدی اینو می‌نویسه که خب اینجا اگر شما برق کم مصرف کرده باشید از اون پولی که دارید هر ماه به دریواک میدید، اگه از اون کمتر مصرف کرده باشید میدونید که هر آخر سال پول برق پس به شما برگردونده نمیشه اگه کمتر مصرف کرده باشید. اینجا فامیل، اسم بانک و ایبان شماره حسابتون می‌نویسید که اگر یه زمانی پول میخواست به حساب شما واریز بشه از بابت برقتون که به این حساب واریز بشه. و اینجا که برای اینی که اینجا اگر ببینم که شما برق زیادی مصرف کردید یا یه مشکل دیگه ای بوده، اگر شما اینجا رو امضا کنی و اینجا اسم شهرتون و تاریخ رو بزنید، پول از حساب شما اتوماتیک برمی‌دارن. پس چی شما باید بدید اینجا تو قسمت شماره 1 اینجا می‌نویسی که دیدیم Ablauf ad 29/3/2017، یعنی تاریخ امروز درزدن. و اینم که امضای خودمه. این کندیگونگ بود. کندیگونگ خونه که میخواید کندیگونگ بدید همینه. بعد اینو میدید به فونوویا، یک مهر میزنه اینجا به شما و شما کندیگونگ رسمیتون رو بعد از 3 یا 4 روز یا 5 روز توسط پست دوباره دریافت میکنید. امیدوارم که اطلاعات مفید بوده باشه و اگه سوالی چیزی داشتید حتما میتونید پای کامنت بذارید. ممنون.